خب بینندگان گرامی سلام. همچنان میگیریم به مغازه فروشگاه خیاطی، فروشگاه لباس هم باشد، خیاطی هم باشد، داخل پاساژ پلازا در ملبورن استرالیا، دندنانگ. دیگه برادر افغانی ما باشد که هم خیاطی داره هم لباس فروشی داره. دیگه بریم از داخل همراه خودشم صحبت نیم. دیگه اول ما باشید داخل برنامه را ممنون. چطور قشنگ دیده، چطور قشنگ دیده، چی شو خوشنگ دیده، چی شو خوشنگ دیده. به نور بن شیر دوخ، به نور بن شیر دوخ. چطور بلند دیده، چطور بلند دیده، چطور بلند دیده، چطور بلند دیده. صحت شما خوبه؟ شکر شما خوبین؟ الحمدلله. خوش آمدین به استرالیا و ملبورن. بسیار تشکر. امروز دیگه آمدیم یک ویدیو گفتم از فروشگاه شما بگیریم. دیگه الحمدلله در منطقه استرالیا از قوم و وطندارا خیلی فروشگاه های خوب و عالی بزرگ دارن. خدا را شکر. دیگه نره مام که از شاید معلومات داشته سویدن هم دوم دیگه. آره گفتم یک فیلم های یادگاری برای خود من باشه، برای شما باشه یادگاری، چون انسان نمیمانه فیلم ها دیگه تو ممنوع یادگاری. آره. خب همین چطور فروش ها چطور اینجا؟ خوب است شکر. بد نیه. از خدا اینجا وطندارا قوم ها دوستا زیاده در ملبورن. دیگه مومنیم اینجا خدمت بونیم برای مردم. خوبه شکر. راضی هستیم اینجا. خب خدا شما حفظ کنه. از میترشون معلومه که همچنان خیاطی هم مونی، لباس هم میدازیم. خیاطی مونیم هم اینطور لباس هم برای مردم میاریم اینجا. لباس هم میدازیم. هر چیزی که بخوایم اینجا داره موجود. خیلی پارچه باید اینجا شما لباس میدازیم، زنانه مردانه. دیگه پرده جور نیم، لباس افغانی جور نیم، دیگه واسکت جور نیم. هر چیزی که بخوایم مردم در خدمتش هستیم. اینمی واسکت ها ساخت خود شما؟ اینا نه، اینا هم تو جور کدام مایه است، کابل مایه. تا این پیرهنه از شما اینا؟ اینا را هم یک تعدادش هم اینجا جور شده، یک تعداد دیگهش از کابل هم تو جور کدگی مایه. دیگه هر کسی که بخواه اینجا هم جور میشه، جور کدام مایه. خب کدام چیز تخفیفات خاص ویژه مثلا در روز یا در هفته یا کدام کسی همچین چیزی؟ باز وقتا تخفیف البته بخش فروشات تخفیف داره. ما باز وقتا دیگه یگان روزای خاص باشد، یگان روزای چیز باشد، تخفیف 100% برای مشتری ها داریم، برای وطندارا دوستا. خب تشکر از معلومات خوبتان. خوب با اجازهتان من یک ویدیو از فروشگاهشون بگیرم. انشاءالله موفق باشیم. شاخه سنبله و شاخه سنبله و زیبا و مقبوله و شاخه سنبله و شاخه سنبله و شیرین زبان دیده، شیرین زبان دیده، باریک میان دیده، باریک میان دیده. چطور قشنگ دیده، چطور قشنگ دیده، چی شو خوشنگ دیده، چی شو خوشنگ دیده. به نور بن شیر دوخ، به نور بن شیر دوخ. چطور بلند دیده، چطور بلند دیده، چطور بلند دیده، چطور بلند دیده.
مسیری دیده مژگانی تیری دیده شد و مسیری دیده شد و مسیری دیده چطور قشنگ دیده چطور قشنگ دیده چی شو خوشنگ دیده چی شو خوشنگ دیده به نور بن شیر دخت به نور بن شیر دخت چطور بلند دیده چطور بلند دیده چطور بلند دیده چطور بلند دیده ابرو کمندی آن گل ابرو کمندی آن گل بینی بلندی آن گل ابرو کمندی آن گل ابرو کمندی آن. خب با پایان برنامه رسیم تا برنامه بعدی. خدا حافظ یارتان باش. خدا حافظ.